سلام به همه دوستان عزیز. امروز می‌خوایم درباره 10 کشوری صحبت کنیم که در سال 2025 بیشترین جمعیت رو در جهان دارند. این کشورها نه تنها روی نقشه جهان اهمیت دارند، بلکه آینده اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی رو نیز شکل می‌دهند. پس با ما همراه باشید. اولین کشور هند است. هند با جمعیتی بیش از 1,460,000,000 نفر پر جمعیت ترین کشور جهان به شمار می رود. هند جامعه‌ای بسیار جوان دارد و همین موضوع باعث شده فرصت‌های زیادی در اقتصاد و تکنولوژی ایجاد شود. با این حال فشار بالای جمعیت روی زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت از چالش‌های بزرگ این کشور است. در جایگاه دوم چین قرار دارد. جمعیت چین حدود 1,416,000,000 نفر تخمین زده می شود. چین سالها پرجمعیت ترین کشور جهان بود، اما اکنون رشد جمعیت آن کاهش یافته و حتی با چالش پیر شدن جمعیت روبرو است. با این وجود چین همچنان یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی در دنیا به شمار می رود. در مقام سوم ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت این کشور حدود 347 میلیون نفر است. آمریکا کشوری مهاجرپذیر است و همین امر باعث پویایی جامعه آن می شود. قدرت علمی، اقتصادی و نظامی آمریکا تا حد زیادی بر پایه همین جمعیت متنوع بنا شده است. چهارمین کشور اندونزیا است. این کشور با بیش از 285 میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت ترین کشور در جنوب شرق آسیا محسوب می شود. اندونزیا سرزمین هزاران جزیره و فرهنگ‌های گوناگون است، اما با مشکلاتی مثل بلایای طبیعی و فشار روی محیط زیست روبرو است. در جایگاه پنجم پاکستان قرار دارد. جمعیت پاکستان در سال 2025 بیش از 255 میلیون نفر برآورد شده است. این کشور جامعه‌ای جوان دارد و نرخ رشد جمعیت آن بالاست. پاکستان با فرصت‌های بزرگ و در عین حال مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. ششمین کشور نیجریه است. این کشور آفریقایی حدود 237 میلیون نفر جمعیت دارد و سریع‌ترین رشد جمعیت در میان کشورهای جهان را تجربه می‌کند. نیجریه می‌تواند در آینده به یک قدرت بزرگ اقتصادی در آفریقا تبدیل شود، هرچند با چالش‌های سیاسی و خدمات عمومی هم مواجه است. در رتبه هفتم برزیل قرار دارد. جمعیت برزیل حدود 212 میلیون نفر است. این کشور بزرگترین کشور آمریکای جنوبی است و از نظر منابع طبیعی و تنوع زیستی شهرت جهانی دارد. در کنار فرصت‌ها، مشکلات شهری و اختلاف طبقاتی از چالش‌های برزیل به شمار می‌رود. هشتمین کشور بنگلادش است. این کشور کوچک اما پرجمعیت حدود 175 میلیون نفر جمعیت دارد. تراکم جمعیت در بنگلادش بسیار بالاست. با وجود مشکلات اقلیمی مانند سیلاب و آب و هوا، این کشور در بخش‌های نساجی و صادرات پیشرفت زیادی کرده است. در جایگاه نهم روسیه قرار دارد. جمعیت روسیه حدود 143 میلیون نفر تخمین زده می شود. هرچند روسیه از نظر مساحت بزرگترین کشور جهان است، اما جمعیت آن رو به کاهش است. پیر شدن جامعه و مهاجرت از مشکلات عمده روسیه است. با این وجود همچنان یک قدرت بزرگ نظامی و انرژی در جهان محسوب می شود. دهمین کشور اتیوپیا است. این کشور آفریقایی حدود 135 میلیون نفر جمعیت دارد. اتیوپیا یکی از جوانترین جمعیت‌های دنیا را دارد، هرچند این کشور با مشکلات زیرساختی و اقتصادی روبرو است، اما ظرفیت بزرگی برای رشد و توسعه در آینده دارد. و این بود لیست 10 کشوری که در سال 2025 بیشترین جمعیت رو دارند. این کشورها آینده جهان رو در ابعاد گوناگون شکل میدن.
به نظر شما کدوم یک از این کشورها میتونه نقش مهمتری در آینده بشر داشته باشه؟ دیدگاه‌های خود رو در بخش نظرها با ما شریک بسازید. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک و به دوستان خود معرفی نمایید.